وقتی یک کمپانی موفق تصمیم میگیره مسیرش رو عوض کنه، آیندهش از دو حالت خارج نیست. یا قراره وارد دوران طلایی جدیدی بشه، یا هم که قراره همه چیز خراب بشه و بد پیش بره. پلی استیشن با قمار بزرگش روی بازی‌های لایو سرویس مسیر دوم رو انتخاب کرد. ولی چطور یه تصمیم که اولش خیلی منطقی به نظر میرسید، خیلی زود به موجی از شکست‌های پی در پی تبدیل شد. جیم رایان، رئیس سابق پلی استیشن، حدود 3 سال پیش توی مصاحبه با رسانه گیم اینداستری خیلی واضح و شفاف گفت فکر میکنه بازی‌های لایو سرویس تا حد زیادی دلیل رشد صنعت بازی توی 10 سال اخیر بودن. اون ادامه داد اگه به دنبال برقراری و حفظ یه تعامل طولانی مدت با کاربرا باشیم، بازی‌های لایو سرویس از بسیاری جهات حتی بهتر از سرویس‌های اشتراکی این نیاز رو برآورده می‌کنه. امروز تو این ویدیو قراره بررسی کنیم و ببینیم نتیجه این طرز تفکر رایان چجوری سونی و پلی استیشن رو وارد مسیر جدیدی کرد و عصر جدیدی رو برای اونا رقم زد. جون گرفتن و رشد بازی‌های آنلاین چند نفره تو صنعت بازی باعث شده تا استودیو و سازنده‌های بیشتری به ساخت این نمونه بازی‌ها رو بیارن و به تبع شاهد سرمایه‌گذاری‌های بیشتری روی این مدل بیزنس و پول درآوردن از بازی‌ها باشیم. با اینکه هویت پلی استیشن رو عموماً بازی‌های انحصاری داستان محور و تک نفره معرکش شکل میدن، اما طی چند سال اخیر این برند نشون داده شوق خاصی برای سرمایه‌گذاری روی آثار لایو سرویس داره. البته که این تصمیم از لحاظ اقتصادی با توجه به آمار و ارقام رسمی که از سمت خود سونی منتشر شدن کاملا منطقی به نظر میاد. چرا که حالا گیمرها بیشتر از هر موقع دیگه‌ای واسه خریدای درون برنامه‌ای و تهیه اشتراک‌های مختلف دست به جیب میشن و حسابی ریخت و پاش میکنن. همین هم میشه که سازنده‌ها بیشتر مشتاق ساخت بازی‌هایی هستن که تا مدت‌ها بازیکن رو درگیر خودش میکنه و تو طولانی مدت اون رو به خرج کردن و پرداخت پول اضافه‌تر ترغیب میکنه. نتیجه این موضوع رو هم میشه به راحتی توی مدل کسب و کار پلی استیشن دید. جالبه بدونین پلی استیشن تو سال مالی 2019 تنها 12% از بودجه، سرمایه و تمرکزش رو روی آثار لایو سرویس گذاشته بود. و این در حالیه که با رسیدن به سال مالی 2023 این رقم رشد عجیبی رو تجربه و به 55% رسید. بعد این دیدیم که تو سال مالی 2025 این رقم 5% دیگه هم صعود کرد و این یعنی حالا 60% از سرمایه گذاری پلی استیشن تو حوزه نرم افزار به توزیع بازی‌های لایو سرویس اختصاص پیدا کرد. گرچه این نمیتونه صرفاً به معنای کمتر شدن بودجه آثار تک نفره و داستان محور این کمپانی باشه، اما خواه یا نخواه حداقل توی سال جاری میلادی دارندگان پلی استیشن 5 رو با یه معضل روبرو کرد. کوارتر یا همون 3 ماه اخیری که گذشت دوران خیلی خوبی رو برای کنسول PS5 رقم زد و نسخه پرو هم بخش قابل توجهی از آمار فروش رو به خودش اختصاص داد. حالا پلی استیشن به طرز متوقف ناشدنی در حال رشد و دیگه با جرأت میشه ادعا کرد تک برنده جنگ کنسولیه. PS5 امسال قرار میزبان بازی‌های بزرگ و مهمی از GTA 6 گرفته تا مهمترین بازی‌های انحصاری ایکس باکس مثل فورتزا و هلبلید 2 باشه. با این حال هیچ کدوم از اینا قرار نیست دردی از انتظار دیرینه گیمرها واسه لذت بردن از آثار انحصاری درجه 1 این کنسول کم کنه. این قضیه بعد از آخرین نمایش بازی پلی استیشن که با اسم استیت آف پلی میشناسیمشون حتی بدتر هم شد. قبل از شروع این رویداد هایپ و هیجان زیادی حول اون در جریان بود و در نهایت وقتی مراسم با پخش تریلر بازی ساروس به آخر خط رسید، خیلی از طرفدارا رو به شدت ناامید کرد. چرا که مثلا پروژه بزرگ سانتا مونیکا به رهبری کوری بارلوگ یا بازی جدید استودیوی گوریلا گیمز در واقع چیزایی بودن که گیمرها مشتاقانه منتظر معرفیشون بودن. البته خب شاید انتظار چنین رونمایی‌های دهن پرکنی توی رویداد جمع و جور مثل استیت آف پلی بعید به نظر برسه. اما چی میشه گفت وقتی هیچ خبری از تریلر جدید بازی وولورین، ماراتون یا اصلا گوستاویوته و دث استرندینگ 2 که همین امسال عرضه میشن هم نبود. استودیوهای ناتی داگ و بند هم که تو نسل جدید با عرضه یک سری ریمیک و ریمسترهای غیر ضروری و صد البته گرون صرفاً داشتن کاتالوگ آثارشون رو به PS5 انتقال میدادن. راستش اکثر گیمرها انتظار داشتن با پشت سر گذاشتن 2024 و روزایی که هل دایورز و استروبات بزرگترین سورپرایز و شگفتیش واسه پلی استیشن بودن، سال 2025 رو حداقل با یه نمایش شلوغ و پرزرق و برق شروع کنن. اما نه. با شروع سال جدید میلادی اخبار نگران کننده ای شنیدیم. 2 دیگه از بازی‌های لایو سرویس استودیوهای فرست پارتی پلی استیشن کنسل شدن.
یکی از این بازی‌ها عنوان جدید سازنده‌های دیزگان و سایفون فیلتر یعنی استودیوی بند بود که قرار بود جهان باز باشه و از المان‌های مولتی پلییر یا همون چند نفره پشتیبانی بکنه. بازی کنسل شده بعدی هم متعلق به استودیوی بلو پوینت بود، تیمی که با ریمستر 3 قسمت اول آنچارتد، شادو آف کلاسوس و ریمیک دیمن سولز میشناسیمشون. این تیم هم که قرار بود یه بازی لایف سرویس از فرانچایز گاد آف وار بسازن، ناچارن مجبور به لغو این پروژه شدن. حالا فقط کافیه این موارد رو به فهرست باقی بازی‌های لایف سرویس پلی استیشن که شکست خوردن اضافه کنین تا پی ببرید تغییر رویه و قمار سنگین سونی چه شکست سنگینی رو داره متحمل میشه. از بازی چند نفره اسپایدرمن و لاستاواس گرفته تا بازی جدید تویستد متال که استودیوی فایر اسپرایت وظیفه ساختش رو به عهده داشت، همه از عناوینی هستن که مراحل توسعه و تولیدشون تا حد نسبتا خوبی پیشرفت کرده بود، اما در نهایت به دلایل مختلف کنار گذاشته شد. تو این بین نباید فراموش کنیم که بازی‌هایی مثل کانکورد یا آخرین پروژه لندن استودیو که یه بازی فایتینگ بود هم بودن که سونی سازنده‌هاشون رو اخراج و استودیو رو به طور کامل تعطیل کرد. این پروژه‌ها و شکست‌های پی در پیشون همه جزوی از همون مدل جدید کسب و کار پلی استیشن تحت عنوان ورود اساسی به بازار لایف سرویس بودن که جیم رایان هزینه‌های زیادی بابتش صرف و تو چند سال اخیر اکثر استودیوهای بازیسازی این کمپانی رو درگیر خودش کرد. نتیجه هم چیزی نبود جز عقب افتادن بازی‌های فرست پارتی بزرگ پلی استیشن و انتظار طولانی که کاسه صبر طرفدارا و بازیکن‌ها رو لبریز کرد. علیرغم تمام چیزایی که گفته شد، یکی از دلایلی که باعث شده سونی و پلی استیشن این فشار رو حس نکنن بیشک به رقیب مستقیم اونا یعنی ایکس باکس مربوطه. مایکروسافت حالا تقریبا تمام بازی‌های انحصاری مهم ایکس باکس رو داره راهی پلی استیشن میکنه و با عوض کردن مدل بیزنس و کسب و کارش و رفتن به سمت مولتی پلتفرم شدن به جنگ کنسولی پایان داده. علاوه بر این میدونیم که PS5 سال پرفروش و معرکه‌ای رو پشت سر گذاشته و تونسته توی یه بازه زمانی مشابه رکورد PS4 رو هم بزنه. این کنسول حالا بیشتر از 75 میلیون دستگاه فروخته و تعداد بازیکنای فعال PSN هم رقم دیوانه‌وار 129 میلیون رو رد کرده. تمام اینا در کنار هم باعث میشن تا دوره تازه‌ای برای پلی استیشن رقم بخوره. عصری که در عین حفظ موقعیت برترش همچنان داره تاوان سرمایه‌گذاری‌های اشتباه مدیر قبلی رو پس میده. ترسیم مسیر جدید پلی استیشن حالا به دست مدیران جدیدی سپرده شده و این رهبران جدید با دو چالش اساسی و مهم روبرو شدن. از یه طرف طرفدارایی که انتظار بازی‌های تک نفره و داستان محور شاهکار رو میکشن. از طرف دیگه هم سرمایه‌گذارایی که میخوان ببینن پولای هنگفتی که واسه لایف سرویس خرج کردن قراره چه سودی به اونها برگردونه. نظر شما چیه؟ آیا مدیران جدید میتونن اعتماد گیمرها رو پس بگیرن یا این تازه شروع یه سقوط طولانیه؟